الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه صدوم از آموزشی كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة الطيبة، عروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در این حلقه موضوع ما این خاتمه هست، چرا که به حمد و کرم الله سبحانه و تعالی و به منتش ما در 99 حلقه آموزش کلمت الاخلاص، کلمت التوحید را به پایان رسانیدیم. در حقیقت این یک خوشبختی هست، این یک نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی به بنده اش هست که بنده کلمه توحید را از اول تا به آخر بیاموزد. والله بالله تالله در این دنیا دیگر خوشبختی وجود ندارد. قسم به آن ذاتی که جان ما در دست اوست. اساس خوشبختی، بزرگترین خوشبختی، انشراح صدر و نجات در این دنیا و آخرت و همنشین شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و نائل شدن به دیدار الله سبحانه و تعالی، همه اش متعلق به آموزش کلمت التوحید است. پس ای برادرم و خواهر موحدم که تو این حلقه ها را گوش کردی، تعلیم گرفتی، اختصار کردی، فهمیدی و منتشر ساختی، خوشا به حالت که هر روزت روزی بود که توحیدت زیاد می شد. هر روزت این روز خوشبختی و خوشنودی بود، گرچنده که تو شاید احساس نکرده باشی، چرا که خوشبختی این آموزش توحید است و از اهل توحید بودن است. در حقیقت ما در این 99 حلقه به نهایت بسیار مسائل را به شما بیان نمودیم. طلب ما از شما این است که برای فهمیدن دین خود کوشا باشید، کمر همت ببندید، برای خود خسیسی نکنید، برای پیشرفت خود خسیسی نکنید، از لشکران شیطان نباشید، از کسانی نباشید که شیطان شما را زود فریب بدهد. زیرک باشید. انسان زیرک کسی است که خوشبختی این دنیا و آخرتش را در می یابد. پس ای برادرم و خواهری بزرگوارم، در پیش تو، در بین دست تو، در اختیار تو 99 حلقه آموزش کلمت التوحید وجود دارد. آیا همت داری که گوش بکنی؟ آیا وقت داری که در یک روز 25 دقیقه گوش بکنی؟ آیا وقت داری که از الله خود، از ریشه دین خود، از اساس دین خود با خبر باشی؟ آیا از این دنیای ناچیزی که ملعون است می توانی 25 دقیقه را برای آموزش توحید صرف بنمایی؟ پس این اختیار در دست تو است. اگر اختیار کردی، کوشش کردی، الله سبحانه و تعالی به تو این راه را آسان خواهد کرد. اما وقتی که تنبلی کردی، نخواستی، اراده نکردی، عزم نکردی، قصد نکردی، دان که این روزها زود می گذرد
و روز پشیمان خواهی شد. روز میگویی یا لیتنا، ای کاش بر ما، ای وای بر ما، چرا ما روزهایی که می توانستیم که توحید بیاموزیم نآموختیم؟ چرا روزهایی که آزاد بودیم، کار نداشتیم، مشغول نبودیم، اما نآموختیم، نفهمیدیم؟ اما این چرا و این ناله و فغان شما هیچ فایده ای ندارد. پس پیش از آن روزی که از این دنیا رحلت بکنی، پیش از آن روزی که دیگر آموخته نتوانی، بیاموز که الله تو را امر کرده است که بیاموزی و بخوانی. العلم قبل القول والعمل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اقرأ باسم ربك الذي خلق. پس بدان، بفهم، بیاموز، زیرک باش و موحد باش. دان که تو خوشنود خواهی شد. قویگی ایمان تو از آموزش توحید است. وقتی که توحید نداری، به توحید مشغول نمیشوی، توحید دروس و حلقه های توحید را گوش نمی کنی، دان که تو خوشبخت نیستی. حالا لذت کیفیت ایمان را نچشیده ای، حالا نجات نیافته ای، حالا ایمانت پر نشده است. یک برادر را که خود را موحد میگوید سوالش کردم که ای برادرم که خود را موحد میگویی، به یک سؤال عادی من جواب بده. لا اله الا الله چند رکن دارد؟ میگوید نمیدانم. سبحان الله، این چه شرمندگی است برای کسی که از رکن لا اله الا الله بیخبر است. و این چه مصیبت است بر حال جوانان ما که از کلمت التوحید بیخبرند. چی برسد به 7 شرطش؟ پس کمر همت ببندید، کوشش نمایید. چقدری که به الله نزدیک شدن خواهید، همان قدر به توحید مشغول بشوید. تمام مشکلی شما آسان خواهد شد. تمام رنج های شما به خوشبختی تبدیل خواهد شد. گناهانتون را الله خواهد بخشید. همه اش به ثمره و برکه توحید است. پس ما به شما در این حلقه ها معنای کلمه توحید را بیان نمودیم، فضیلت کلمت التوحید را بیان نمودیم، اهمیتش را بیان نمودیم، ضرورتش را بیان نمودیم، معنای رکن و معنای شرط را بیان کردیم، فرق شرط از رکن و شرط از همدیگر چه فرق دارند بیان نمودیم. فهمیدیم که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله 2 رکن دارد. رکن لا اله الا الله این چی است؟ 2 رکن، نفی است و اثبات است. و در رکن نفی یعنی کفر بر طاغوت، رد کردن طاغوت ها و الهان معبودان باطل و الولا والبراء و التکفیر داخل می شود. و اثبات، این اثبات الله، شناخت اسما و صفاتش است. و محمد رسول الله این ایمان آوردن به رسول الله، تصدیق کردنش، بزرگ شماریدنش، عمل کردن و متابعت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. و ما باید برای مسلمان شدن لا اله الا الله لفظاً بگوییم، معنیش را فهمیم و تمام چیزهایی که از ما طلب میکند، تقاضا دارد، قبول بکنیم. و گفتیم لا اله الا الله 7 شرط دارد و این شرط ها شرط صحت است و تمام قسم های شرط را بیان نمودیم. پس هر کسی که این شرط ها را انجام نمیدهد کافر است و مسلمان نشده است. خیلی که هر کسی که رکن را ترک کند کافر است و مسلمان نشده است. پس هر کسی که یکی از این شرط ها را ترک بکند مسلمان نشده است، اسلامش صحیح نیست، کافر است. پس اولین این شرط های 7 گانه این علم است، دومینش یقین است، سومینش صدق است، چهارمینش اخلاص است، پنجمینش محبت است، ششمینش القبول است، هفتمینش این انقیاد است. و دانید که هر یک این 7 شرط لا اله الا الله ضد خود را دارد که هر وقتا که ضد این چیزها پیدا شد شرط ها نابود می شود. مثلا ضد شب این روز است، پس ضد این شرط ها به خودش معروف است. ضد علم این جهل است. وقتی که انسان جاهل شد از
علم بیخبر ماند، معنای لا اله الا الله طلباتش را ندانست، پس شرط صحت نابود شد و لا اله الا الله گفتهش صحیح نشد. و ضدی یقین شک است و شبهه است و ریب است. و ضدی صدق دروغ کذیب و نفاق است. و ضدی اخلاص شرک است. و ضد و شکننده محبت این بغض و کره و عداوت و دشمنی است. و ضد قبول رد است و جحد است. و ضد انقیاد این کفر، اعراض، اعتراض، تولی، ایبا، امتناع، استکبار است. پس برادرم و خواهر موحدم، در همه این موضوعها صحبت شد کاملا و مفصلا. پس گوش بکنید، مختصر نمایید، کتاب بنویسید. چقدر کتاب هایی که امروز نوشته شده است از سخنهای علما، از طالب علمان. پس شما گوش بکنید و این گوش کرده اتون را مختصرا رساله نوشید و دلیل ها را در اینجا ثبت بکنید، به ما ارسال نمایید تا که باز تصحیح بکنیم و با همین راه به همدیگر کمک بکنیم و توحید را در بین مردم انتشار سازیم. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، کوشش کردن، حرکت کردن و همیشه در طاعت و اطاعت و عبادت الله بودن، این علامت خوشبختی است، این علامت نجات است و همین عملها و همین کردارها سبب می شود که انسان به جنت داخل بشود. بارک الله فیک. پس کلید جنت را بیاموز، راه حقیقت را بیاموز، راه نجات را بیاموز، دل خود را کشاده بگردان و همه این آموزش توحید است و مغز توحید این کلمه توحید است که لا اله الا الله محمد رسول الله است. پس ما دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی و طلب میکنیم و به نامهای اسماء بزرگش، اسم الاعظم طلب میکنیم که ای الله، ای ذات یگانه تو اللهی، ای ذات یگانه الله، الصمد، الاحد، حي القيوم، المنان، اول الاخر الظاهر الباطن، بديع السماوات والارض، يا ذو الجلال والاكرام. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من عبادك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل هذه الدروس دروس مباركة. از تو می طلبیم به همه نامهای بزرگت که ما میدانیم و نمیدانیم و تنها تو میدانی. ای الله، این درس ها را درس های مبارکه قرار بده. این درس های شده را در بین مردم قبول گردان و مقبول گردان و این درس ها را پهن بکن و به پهن کنندگانش اجر بده. ای الله، هر کسی که این درس ها را گوش می کند، می نویسد، می آموزد، کوشش می کند، الله هدایتش بکن، موحدش گردان، از شرک و کفر و بدعت و خرافات نجاتش بده. ای الله، به تمام ملت تاجیک این درس های توحید را برسان و همه ملت تاجیک را که این درس ها را گوش می کنند و می فهمند موحدشان گردان، از شرک و بدعت و خرافات نابودشان گردان، نجاتشان بده. ای الله، جوانان را نجات بده. ای الله، جوانان را نجات بده، موحدشان گردان. ای الله، این عملهای کرده ما را و این درسهای داده ما را همه اش را به خاطر خودت انجام دادن را نصیب بکن. ای الله، این عملها را به خاطر خودت انجام دادم، به خاطر خودت قبول بکن و شاهد باش و ما را از کبر و غرور و از ریا و از خودنمایی نجات بده.
پروردگارا توفیق اخلاص و عمل صالح کردن را و متابعت پیامبر صلی الله علیه و آله کردن را نجات به ما نصیب بگردان. ای الله، از تو می طلبم که من را، بنده را و تمام خواهران برادران مسلمان را نصیب بکن که پیروی از قرآن و سنت با فهم سلف امت به صحابگان بکنیم. ای الله، به ما توفیق بده که پیروی از قرآن و سنت با فهم صحابگان بکنیم. الله، از تو میپرسیم و به تو پناه میبریم. ای الله، به تو پناه میبریم از شرک، از کفر، از بدعت، از نفاق، از ریا و از تمام خلقهای رذیلی و پست. ما را نجات بده، ما را نجات بده و ما به تو پناه میبریم. ای الله، نصرت به برادران و خواهران مهاجر بکن. نصرت به برادرانی بکن که اونها اعلای کلمت الله را کوشش میکنند. نصرت بده برادرانی که مظلومند. نصرت بده برادرانی که شب و روز در دین تو خدمت میکنند. نصرت بده برادرانی که در راه تو جهاد میکنند. ای الله، کمکمان کن و به دست ظالمان و کافران و مرتدان و منافقان گرفتارمان مساز. تو یکتایی، تو تنهایی و تنها تو به ما کمک میکنی و غیر از تو کمک کننده وجود ندارد و غیر از تو هیچ نجات دهنده وجود ندارد. به سوی تو تکیه کردیم، به سوی تو توکل میکنیم و از تو امید داریم و از تو طلبی بخشش های گناه میکنیم. در حقیقت ما بندگان گناهگار عاجز و ناتوانیم. ای الله، این همه عملهای من را قبول بکن. ما را رحمت نما، ما را نجات بده. ای الله، از تو می طلبیم که به ما حق را نشان بدهی و پیرو کردن را نصیبمون بکنی و باطل را نشان بدهی و از باطل دور شدن را نصیب بکنی. ای الله، بنده را از جمله داعیان و از جمله خدمت کنندگان قرآن و سنت و توحید بگردانی. ای الله، از تو می طلبیم که باقی مانده از مسائل هایی که تعلق به مسائل دینی است به برادران و خواهران رسانیدن را نصیب بکنی. بارک الله فیکم. پس این بود همه دعاهای ما. درس ها را از اول گوش بکنید، منتشر سازید، اجر بگیرید و در آموختن دین خود کوشا باشید. تنبل و کسلان و اعراض و متولی نباشید، بلکه کوشا باشید، حریص باشید، زیرک باشید، با شوق و ذوق دین خود را بیاموزید و منتشر سازید. و همین منتشر ساختن هم این یک خود دعوت است. به گروه های درسی همراه کردن دیگر برادران و خواهران و دوستان هم این یک دعوت بزرگ است. الدال علی الخیر کفاعله، چلی که در روایت مسلم آمده است، دلالت کننده به خیر، راه نشان دهنده به خیر، این خودش یک انجام دادن خیر است، به مانند انجام دهنده همون اجر می گیرد. بارک الله فیکم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. پس این بود حلقه های بهترین درسی و این بود خاتمه از اهل توحید. آموزید، توحید را آموزید، با اونها دوستی بکنید، همکاری بکنید، همنشین باشید و اما از فرقه های باطل رافضه و صوفه و ماتریدی و اشعری و از دیگر خرافات زدگان، جهلا و بی توحیدان و دموکرات ها دور باشید، پرهیز بکنید و براءت بجویید تا که نجات یابید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین یا رب العالمین.